سفارت روسیه در تاجیکستان در صحیفه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از کم شدن مهلت تست PCR برای ورود به قلمرو روسیه خبر داد. در اعلان سفارت گفته می شود که بر اساس قرار سرطبیب دولتی سانیتاری روسیه تحت رقم 34 از 4 دکبر سال 2021 شروع از 8 دکبر سال جاری مهلت اعتبار نتیجه منفی تست PCR از کرونا ویروس از 72 ساعت قبلی تا 48 ساعت از زمان گذشتن این تست تغییر داده می شود. به این دلیل هنگام ورود به قلمرو روسیه شهروندان باید خلاصه مؤسسه طبی درباره نداشتن بیماری کرونا ویروس را بر اساس تست PCR که نه دیرتر از 2 روز قبل از زمان رسیدن به روسیه سپرده شده است نشان بدهند. تا 8 دکبر شهروندان می توانستند نه دیرتر از 3 روز قبل از سفر به روسیه تست بسپارند. سفارت روسیه خاطررسان کرده است که شهروندان تاجیکستان هنگام سفر به روسیه خلاصه طبی درباره نداشتن بیماری کرونا ویروس را باید توسط ضمیمه تلفن موبیلی پوتوشست و بیسکوویت 19 ارائه کنند. این ضمیمه را شهروندان می توانند از پلی مارکت به تلفن های خود پر کنند. یادآور می شویم روسیه از ماه مارس سال 2020 در پی آغاز پاندمی کرونا ویروس مرزهایش را برای خارجیان بست و بیش از 1 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان که هر سال به خاطر پیدا کردن تأمین زندگی عائله‌هایشان به روسیه به مردکاری می رفتند، سال 2020 به مهاجرت رفتن نتوانستند. روسیه تنها از ماه اپریل سال 2021 به شهروندان چند کشور از جمله به شهروندان تاجیکستان مرزهایش را دوباره باز کرد. شدیدتر شدن قاعده‌های ورود به روسیه در حالی است که این کشور تقریباً 2 ماه باز با یک موج عظیم کرونا ویروس روبرو شده. هر روز در روسیه از 30 تا 40 هزار حالت نو گرفتاری و از 1000 تا 1200 حالت مرگ شهروندان از این ویروس ثبت می شود. در عموم در روسیه از آغاز پاندمی 9 میلیون و 895 هزار حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. این ویروس الکی سبب مرگ 284 هزار نفر شده است.